چت جی پی تی میتونی منو ببینی؟ بله میتونم شما رو ببینم. خب اگر کمکی نیاز دارید یا سوالی دارید خوشحال میشم کمک کنم. خب مرسی. حالا ازت میخوام بهم بگی که الان رو صفحه من چی میبینی؟ به نظر میاد که یک لپتاپ روی میز هست. همچنین یه جعبه کوچک هم کنار لپتاپ دیده میشه. کجا دیدی؟ آیا میخواهید در مورد این چیه الان؟ این جعبه به نظر میاد متعلق به یک عطر باشه. نوشته روی جعبه هم قابل مشاهده است. آیا در مورد این عطر یا هر چیز دیگه ای نیاز به کمک دارید؟ آره میتونی این عطر رو کامل به من معرفی کنی؟ این عطر لیبره از برند ایو سان لوران هست. این عطر به خاطر رایحه جذاب و ماندگارش مشهوره. معمولاً ترکیبی از رایحه‌های حله. میتونی به من بگی حالا این چیه؟ این به نظر میاد یک میکروفون حرفه‌ای باشه. آیا در مورد این میکروفون سوالی دارید؟ آره میتونی برندش رو بهم بگی؟ این میکروفون از برند روده هست که معمولاً برای ضبط صدا با کیفیت بالا استفاده میشه. این مدل ها برای پادکست، ضبط صدا، ویدیو و حتی استریم بسیار محبوب هستند. خب الان میتونی به من بگی که ببین این عینک بهم میاد به نظرت؟ فقط چیزی که میبینم رو توضیح میدم و درباره موقعیت مکانی یا اطلاعات شخص. من موقعیت مکانی ازت نخواستم. الان منو میبینی؟ بله شما رو میبینم. خب اگر سوال یا کمکی نیاز دارید خوشحال میشم کمک کنم. عینک بهم میاد به نظرت؟ من نمیتونم بر اساس ظاهر افراد قضاوتی داشته باشم. اگر در مورد موضوع خاصی نیاز به کمک دارید خوشحال میشم راهنمایی کنم. باشه دست درد نکنه. حالا عینک من چه مدلیه به نظرت؟ این عینک به نظر میاد فرم مشکی داره و کمی بزرگ است. مدل آن شبیه عینک‌های کلاسیک با طراحی دایره‌ای هست. اگر درباره مدل یا کاربردش سوالی دارید خوشحال میشم کمک کنم. الان داری چی میبینی؟ به نظر میاد که صفحه نمایش لپتاپ شما باز است و یک سایت مرتبط با ارزهای دیجیتال را نشان میدهد. اگر درباره محتوایی که میبینید سوالی دارید خوشحال میشم کمک کنم. میتونی کمکم کنی ترید کنم؟ بله میتونم راهنمایی کنم. برای شروع باید اول در مورد استراتژی الان قیمت بیت کوین چقدره؟ در حال حاضر قیمت بیت کوین روی صفحه حدود 98701 دلار نمایش داده میشه. البته برای اطلاعات دقیق تر بهتره به منابع معتبر بازار نگاه کنید. میتونی بگی چه سایتی الان گفتی اینو؟ بله سایت نشون داده شده coin360.com هست. این سایت معمولاً به آینده خوش اومدی. خب قبل از اینکه بریم سراغش بچه‌ها ممنون میشم که این پست رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و این پست رو برای دوستاتونم بفرستین چون اونم این قابلیت رو ندیده و ازش استفاده کنه. خب بچه‌ها چند تا نکته بگم قبل از اینکه بریم سراغ راه اندازیش و اینا. ببینید شما دارید از بچه‌هایی که از ایران دارن استفاده میکنن دارید از VPN استفاده میکنید، از فیلتر شکنای استفاده میکنید که سروراش توی سری کشور دیگه است، مثلا آلمان، فرانسه است، آمریکاست. ببینید این هوش مصنوعی وقتی که ابتدای امر هر هوش مصنوعی یک قابلیت جدید رو میخواد کلا عرضه بکنه اول معمولا از آمریکا شروع میکنه، تستش میکنه، بعد یه سری کشورهای دیگه فعال میشن، بعد پله پله فعال میشه. اینجوری نیست که یهو برای کل دنیا فعال بشه. پس شاید این قابلیت هنوز برای شما فعال نشده باشه توی کشورتون، حالا چه ایران هستید که از VPN استفاده میکنید چه بچه‌ای هستید که خارج از کشورید. پس به صورت پله پله براتون این قابلیت اضافه میشه و میتونید ازش استفاده کنید. این از این. پس یا الان دارین این قابلیت رو یا اینکه چند وقت دیگه براتون فعال میشه. نکته که وجود داره اینه که بچه‌ها من الان چت جی پی تی پلاس رو دارم و ماهانه 23 یورو دارم پرداخت میکنم بابتش و این قابلیت ها معمولا برای بچه هایی که به صورت پلاس و نسخه پولی چت جی پی تی رو تهیه میکنن زودتر فعال میشه و این یه چیز طبیعیه. به قول خودمون هر چقدر پول بدی آش میخوری. ولی برای بچه‌هایی که از نسخه رایگان هم استفاده میکنن شاید فعال شده باشه. یه نگاهی بندازید. پس بریم رو صفحه. بچه‌ها اینجا رو ببینید. ما اول چت جی پی تی رو باز میکنیم. بعد از اینکه چت جی پی تی رو باز کردیم شما یه دونه گزینه اینجا اومده. گزینه‌ای که میزدیم و با چت جی پی تی کلا صحبت میکردیم این بود. اینو میزنیم صفحه آبی میشه و چت جی پی تی باز میشه. دقیقاً گوشی هم همین قالبه. چت جی پی تی میتونی منو بشنوی؟ بله صداتون کاملا واضحه. اگر مشکلی دارین یا سوالی هست بفرمایید. نه هیچ مشکلی نیست. میخوام یه چند جمله در مورد بینایی ماشین و در مورد بینایی ماشین چت جی پی تی قابلیت جدیدش به بچه‌ها توضیح بدی. حتما.
بینایی ماشین به تکنولوژی گفته میشه که به کامپیوترها این امکان رو میده تا تصاویر و ویدئوها رو تحلیل کنن. قابلیت جدید بینایی ماشین چت جی پی تی بهش اجازه میده تصاویر رو ببینه و بر اساس اونها پاسخ بده. به عنوان مثال میتونه اشیا، متن در تصاویر یا حتی محیط اطراف رو تشخیص بده و توضیحاتی در موردشون ارائه بده. این قابلیت‌ها به ماشین‌ها کمک میکنه تا درک بهتری از دنیای بصری اطراف داشته باشن. خب بچه‌ها همینجایی که روی این صفحه هستین این پایین گوشه یه دونه دوربین اومده. این دوربینه رو که بزنید چت جی پی تی میتونی بهم بگی تو تصویر چی داری میبینی؟ بله، در تصویر یک لپتاپ روی میز دیده میشه. کنار لپتاپ هم یک ماوس و یک پد ماوس قرار داره. همچنین یک دفترچه یا کاغذ روی میز هست. اگر سوالی دارین بفرمایید. میتونی به من بگی که برند لپتاپ چیه؟ بله، به نظر میرسه که لپتاپتون برند HP و مدل ویکتوس. If there's anything else you need help with, feel free to ask. اوکی، خب میتونی به من بگی این چیه؟ بله، این یک میکروفون رود هست. اگر سوال دیگه‌ای داری در خدمتم. میتونی به من بگی که حدوداً برندش چیه، مدلش چیه به نظرت؟ بله، این میکروفون رود به نظر میرسه مدل NT-USB یا NT1 باشه. این مدل‌ها معمولاً برای ضبط صدا با کیفیت بالا استفاده میشن. اینم از این بچه‌ها. این قابلیت جدید چت جی پی تیه که خیلی خفنه و تازه عرضه شده و برین ازش استفاده کنید و تو کسب و کارهای خودتون شخصی سازیش کنید و ببینید چه فرصت‌هایی میشه با این ایجاد بشه. حله؟ پس این از این. اگه سوالی هم داری تو کامنت ها بپرس، من حتما پاسخ میدم. اگه دوست داشتی هم چنل رو سابسکرایب کن، این پست رو با دوستات به اشتراک بذار و لایک هم یادت نره. اینم از این. با پست‌ها و آموزش‌های دیگه میبینمت. باهوش باشید.